سپس مؤلف نقطه سوم را در بیان طلب علم میگوید: طالب علم و صحبت صالحان من اسباب الثبات علی الایمان، از سبب‌های استوار ماندن در ایمان صحبت صالحه، صحبت صالحان است، همنشینی صالحان است. و این مخصوصا در زمانهای فتنه اهمیت بیشتر دارد، مخصوصا برای کسی که علم آموزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: المرء علی دین خلیله، آدم انسان در دین دوستش است. فلینظر احدکم من یخالل، پس هر یک از شما بنگرد که با کی دوستی میکند، با کی دوستی میکند. پس دوستی در حیات انسان، در عادت، در سخن، در نگاه، در رفتار، در همه کارش تأثیر میبخشد. پس چرا در زمان فتنه مهم است شیخ میگوید؟ زیرا فتنه هنگامی که پهن شد حق با باطل آمیخته می شود، شهوت با شبهه آمیخته می شود، انسان تنها زود مانده می شود و شکسته می شود، راهش را گم می کند. برای همین در این حالت فتنه باید انسان استوارانه قرار بگیرد و حدیث رسول الله را فراموش نکند که آدم در دین دوستش است. با کی دوستی داری؟ دوست تو را دیگرگون می سازد. با اهل بدعت دوستی داری، از جمله آنها قرار می گیرند که همونا می شوی. با اهل فسق دوستی داری، با آنها قرار می گیری، از جمله آنها می شوی. از همه آنها باید انتخاب دوست مهم است در حیات، خاصه در طلب علم. سپس می‌فرماید که از مهمترین از همنشین صالح انسان هرگز و هرگز بی‌نیاز نمی‌شود، بی‌نیاز نمی‌ماند. چگونه ای که رسول الله صلی الله علیه و با دوستش ابوبکر صدیق گفته، همراه در غار بودن، اذ یقول لصاحبه، پیامبر با صاحب با دوستش گفت: لا تحزن ان الله معنا، غمگین نباش، الله با همراه ماست. دوستی صالح چگونه در حیات انسان منفعت‌های نیکو می‌رساند. غمگین نباش، الله با ماست. اما دوستی اگر بد باشد، برخلاف این را برایت می‌آورد که انسان را از راه حق دور می‌سازد. پس همنشین صالح در همه حالت‌های تو به تو سود می‌رساند، فایده می‌رساند. چون پیامبر او را گفت غمگین نباش، همان الله که با ماست. ترس را از او دور کرد، آرامش را در قلب او جایگیر کرد، دلش را با توکل پیوست نمود، امیدش را زنده گردانید، ترسش را با پروردگار پیوست کرد. تو را با یاد الله می‌رساند. برای همین در حدیث که رسول الله فرمود که مثل الجلیس الصالح و سو که حامل المسک و نافخ الکیر، مثال همنشین نیک و همنشین بد مثل فروشنده مشک و دمنده آهنگر را در آهن میدمن پف میکنن کو مثل هم است. دوستی صالح حتما برای تو که مسک فروش است، برای تو حتما اگر نزوی برای تو یگام چی هدیه میدهد، نمیخنیست؟ حتما برای تو یگام چی هدیه میدهد. دوستی صالح برای تو مصلحت میدهد، دعا میدهد، کمک مینماید، یا از تو فایده میگیری، علم آموزی، تجربه او رو میگیری. چون نزد دوستی مسک فروش روی، بر تو حتما هدیه میدهد. اگر هدیه ندهد، نزد او رفتن از بوی او تو هم خوشبو میگردی. از اخلاق دوستی نیک تو اخلاق میگیری، تأثیر او به تو میرسد. اما آهنگر باشد، به نزد او رفتی حتما میسوزاند تو را، لباس تو میسوزاند. نزد دوستی بد رفتی، آبرو، دین، اخلاق، وقت تو از دست میدهی. یا حداقل اگر این رو از دست ندهی، آبرو، دین، اخلاق و وقت اگر از دست ندهی، بوی بدی آن به تو میرسد. گناه، غیبت، بیهودگویی، عادت‌های زشت در تو تاثیر میکند. با او بنشینید، حتما باید کسی را غیبت نکند، غیبت باید در تو گناهش تاثیر میبخشد. پس از فایده های همنشین صالح این است که کسی که با آنها می‌نشیند بدبخت نمی‌شود و هر که در مجلس نشیند که در آن ذکر یاد الله است، گرچه خود اگر گناهکار باشد گناهش بخشیده می‌شود. انسانی که در مجلس علمی می‌نشیند گناهش بخشیده می‌شود. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسائل را برای ما روشن بیان کردند. فرمودند که ان لله تبارک و تعالی ملائکه سیاره، به درستی از برای الله سبحانه و تعالی فرشتگانی هستند که در آنها می‌گردند، یتسبعون مجالس مجلس‌های ذکر رو پیگیری میکنند و هرگاه مجلسی رو بیابند که در آن ذکر است، یکدیگر رو دعوت میکنند باز و با بالهای خود این مجلس رو احاطه میکنند تا بین آنها و آسمان دنیا رو پر میکنند و وقتی که جدا میشوند به بالا میروند به آسمان. الله که داناتر است از آنها میپرسد کجا آمدید؟ میگویند از نزد بندگانی که از بندگان تو که در زمین هستند، آن بندگانی که تو را تسبیح یاد میکردند که الله این رو از این با خبر است. حمد و سپاس و ستایش تو رو میکنند، یگانه بودن تو را اعتراف و اعتقاد میکنند و از تو میخواهند، میپرسند. و الله میپرسد که چی میپرسند؟ سید ملائک میگوید چی میپرسند؟ میگن ای پروردگار آنها بخشش تو رو میپرسند. الله میگوید که آیا آنها از تو بهشتی تو را میخواهند؟ این بندگان در این حال الله میپرسد که آیا بهشتی مرا دیدن؟ میگویند نه ای پروردگار. و میگویند که پس اگر آن را ببینن چی میشد؟ اگر آن را ببینن چی میشد؟ بهشت را که ندیدن این بهشت را میخواهند، اگر آن را ببینن چی میشد؟ ملائک میگویند که بیشتر آرزو میکردند
و بیشتر تلاش میکنن برای این بهشت. و الله میپرسد از چه چیز پناه میبرن این بندگان؟ میگن از آتش تو ای پروردگار پناه میبرن. الله میگه آیا آن رو دیدن؟ میگوید نه ندیدن. میپرسد آیا اگر میدیدن چی میشد؟ میفرمایند ملائکه ها بسیارتر میگریختن و سخت‌تر از الله طلب میکردن، پناه به سوی الله میبردن، پناه به سوی تو میبردن از این آتش. و در اینجا الله میگوید که من شما رو از ملائک گواه میگیرم که من آنها رو بخشیدم، آمرزیدم، من آنها رو بخشیدم. این گروه کسانی که در طلب علم هستند، در حلقه های علم هستند، من آنها رو بخشیدم. سپس یک فرشته میگه که ای پروردگار، در میان آنها، در میانشون فلان بنده هست، در میان آنها تنها در میانشون فلان بنده هست که او تنها برای یک کار آمد و با آنها نشسته در آنجا، از برای یک کار آمد در آنجا نشسته است با آنها. هنگامی که الله سبحانه و تعالی گفت شما رو گواه میگیرم که من آنها رو آمرزیدم، کسانی که حلقه های علم رو پیشه میکنن، فرشته میگه ای پروردگار، در میان آنها فلان بنده است که او تنها برای کار آمد و با آنها در آنجا نشست. میگه آن گفت که الله میگه آنها گروهی هستند که همنشین آنها بدبخت نمیشود. آنها گروهی هستند که همنشینی با آنها بدبخت نمیشود. پس این حدیث برای بیان مجلس های ذکر است. الله فرشتگان رو میفرستد، اهل مجلس ها احاطه کرده میشود، سپس به نزد الله برمیگردند، خبر رو میرسانند، الله آنها رو میپرسد. حتی کسی که برای کار آمده باشد و نیت ذکر و طلب علم نداشته باشد، از برکت آن همنشین ها برکت میگیرد، توبه میکند، راه مییابد، دلش ملایم میشود. هنگامی که با آنها با صالحان میشیند، با اهل علم میشیند. سپس شیخ میفرماید که اگر از دوستت همنشین صالحت برای چیز ناپسند آمد، از اخلاقش ظاهر شود، باید صبر کنی، زیرا همنشین صالح از بعض عیب‌ها خالی نیست. همنشین صالح هم دارای عیب‌ها هم هست. بعضی از عیب‌های همنشینی که داره در او می‌بینی، او تو را خسته نکند، باید تو صبر کنی. چون الله می‌فرماید که واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، نفست رو صبر بده و با کسی صبر کن که صبح و شام پروردگارش را میخواند و رضای او الله سبحانه و تعالی را میخواهد. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این قول الله سبحانه میفرماید که اجلس مع الذین یذکرون الله، بنشین با همراه آن کسانی که الله را یاد میکنند، الله را یاد میکنند، با همراه آنها بنشین، با آنها چسب، همراهان آنها باش، از آنها روی نگردان برای ظاهر دنیا یا منفعت دیگری. با ذکر کنندگان باش، با اهل علم و طالب علمان حیات بسر ببر، عیب‌های او را تحمل کن. اما اگر عیب او اگر دین را ویران کننده باشد، به مثل بدعت، فسق، دعوت به سوی حرام، از آن حتما دوری بجو، از او بیگریز اگر این گونه عیب‌ها در او شخص دیدی. و کل صداقت فی الدنیا تنقلب عداوة یوم القیامه. هر دوستی که در این دنیا هست در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌یابد. هر دوستی که در این دنیا هست در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌یابد، مگر غیر از دوستی تقوادار که دوستی با تقوا و دیندار فایده‌اش در این دنیا و آخرت برای انسان ادامه یابنده است. و الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. برادران در آن روز بعضیشون به بعض دیگر دشمن همدیگر هستند، الا المتقین، مگر متقی و مگر پرهیزگاران. پس دوستی که برای منفعت، برای گناه، برای هوس، برای آبرو، برای گروه بازی، برای نمیدونم حزب و رویت ها، برای گمراهی ها، برای بدعت ها، برای زلات ها شده است، این در روز قیامت بر دشمنی تبدیل می شود. اما دوستی پرهیزگار، اطاعتکار، نصیحتگر، امر بر معروف، نهی از منکر، اینها هستند که در این دنیا برای تو رو کمک کردن، در آخرت هم برای تو دوست و یاور قرار میگیرن. پس دوستی حقیقی آن است که تو را به سوی نجات راهنمایی میکند و از هلاکت تو را دور میسازد. و نقطه آخران میفرماید که و فی الارض المحشر، در صحرای محشر وقتی که آفتاب به اندازه 1 میل پایین میشود، نزدیک میشود به اندازه 1 وجب یا که 1 نیزه، آن هنگام است که الله سبحانه و تعالی مؤمنان متقی را زیر سایه خود، سایه‌ای که الله سبحانه و تعالی میخواهد، سایه میدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 7 یظلهم الله فی الظل یوم لا ظل الا ظله. 7 نفر کسانی هستند که الله آنها را در زیر سایه خود سایه میدهد، روزی که دیگر در آن روز هیچ سایه‌ای نیست.
یکم پیشوای عادل، حاکم راهبر، امیر عادل، جوانی که در اطاعت پروردگارش نشأ و نما یافته است، مردی که دلش بر مسجد بسته است، دو مردی که تنها به خاطر الله یکدیگر را دوست می‌دارند، برای او جمع میشوند و برای او جدا میشوند، و مردی که زنی صاحب منصب و زیبا او را دعوت میکنه و او میگوید که من از الله میترسم، مردی که صدقه میدهد و آن را پنهانی صدقه میدهد تا حدی که دست چپش نمیدونه که چی خرج کرده است، مردی که در تنهایی الله را ذکر و یاد میکنه در حالی که چشمانش اشک میریزد. در روز قیامت سخت‌ترین الله گروهی را مخصوص در زیر سایه قرار میدهد. در بین آنها دو مردی که به خاطر الله دوستی کردند. پس جمع شدن برای الله این رحمت است، جمع شدن برای گناه این نقمت و بدبختی است. برای علم، نشر خیر. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.